به نام پروردگار یکتا. سلام دوستان، اینم یه سنگ مشکوک به شهاب سنگ که پوستی فیوژنی کمرنگ و ظریفی داشته و یه مقدارش هم از بین رفته، این قسمت از بین رفته و اینجاها تقریبا مونده و این بافت سنگم براتون زوم میکنم. و دوستان، سیلیکات هایی که در بافت سنگ دیده میشن و اولیون هایی که احتمالاً تبخیر شدن که تبدیل بشن به پیروکسین، آهن آزاد دیده نمیشه یا خیلی کمه و اینکه یه روز باید براتون توضیح بدم که کانی ها به چه شکل هست. ممنون، خدا.